سلام به دوستان عزیزم. یه روز دیگه داریم تو دریاچه امامزاده یا چالابه هست میریم که ببینیم چیکار میکنیم امروز. همیشه من میرم از زیر پل شروع میکنم، رودخونه رو میزنم. مثلا ماهیگیری تو رودخونه یه چیز دیگه است. بریم ببینیم چیکار میکنیم. سایز خوب زدیم به سیرمر مینو. میری که رواسازیشه. زیبایی رو شما ببینی، خالای ماهی رو ببینی. به خدا این حیفه این ماهی رو رواسازی نکنیم. برو دنبال بازید. خب دوستان، میخوایم ساعت 9:30 ماهی کف میخوایم اینفین کنیم. پشه‌ای که بستیم پشه بلادورم یا کرم خونی برای کف کار میکنیم. این پشه رو یه سر به ریز هم زدیم تقریبا 20 سانت بالاتر. ما ایندیکیتور نداریم. خب در این کار وقتی شما ایندیکیتور ندارید اینه که چون این منطقه ایندیکیتور ممنوعه، شما باید رول کست کنید به سمت خلاف جریان تا جایی که میتونید. رول کستتون رو سمت بالا میندازین و به سمت وسط جریان یا کناره جریان یکم نخوش درواز میکنید. خب رول کست رو میداریم، نخ میداریم صاف باشه. سرشو بالا، بالا نخورد، سر چشمون به نخ، سر نخه. هر موقع سر نخ
حراس رفت می‌بینیم که ماهی زده. امیر بیا سایز دادم. آره سایزه کرم خونی. داداش تو خیلی با عجله میری. بیا اینجا. بالا نمیاد. میگم کرم خونی. یکم فشار بیارم بهش پاره میکنه. اوه چه گولاخیه. یه خوار قرمز خیلی خوب، از اینکه 1.5 کیلو خوار قرمز عالی. آسازیش میکنیم.